شما بیننده خبرها این ساعت با من ندیم بهرام از شبکه جهانی یک هستید. مشروع خبرها: گزارش‌ها حاکی است که در منطقه راولاکوت واقع در کشمیر تحت اداره پاکستان در پی اعتراضات مردمی و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی شمار کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده آمار تلفات در منابع مختلف متفاوت است. برخی رسانه‌های بین‌المللی از کشته شدن دست کم 7 تا 11 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر خبر دادند. همچنین برخی منابع محلی ادعا کردند که در جریان اعتراضات گسترده در منطقه دریک ایدگاه نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند و شمار قربانیان ممکن است بیش از آمارهای اعلام شده باشد. با این حال این ارقام تا کنون از سوی منابع رسمی مستقل به طور کامل تایید نشده است و شاهدان عینی و منابع محلی گفتند که مجروحان با کمک ساکنان منطقه به مراکز درمانی منتقل شدند و وضعیت امنیتی همچنان متشنج است. در همین حال گزارش‌ها از تجمع هزاران نفر در مناطق مختلف راولاکوت و گسترش دامنه اعتراضات حکایت دارد. مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون جزئیات کامل درباره تلفات و ابعاد این رویداد منتشر نکردند. ارتش و سپاه پاسداران ایران ادعای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر امضای قریب الوقوع توافق صلح میان تهران و واشنگتن را رد کردند. سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات ترامپ اعلام کرده که اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس جمهور آمریکا با واقعیت مطابقت ندارد و این سخنان صرفاً در چارچوب مواضع و اظهارات سیاسی مطرح شده است. در مقابل ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشته است که انتظار می رود توافق برای پایان دادن به بحران‌های جاری در خاورمیانه به امضا برسد. با گفته او بر اساس این توافق احتمالی تنگه هرمز بر روی تمامی کشورها باز خواهد ماند و ایران نیز از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. همزمان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر از پیشرفت در گفتگوها میان ایران و آمریکا خبر داد و تاکید کرد که دو طرف باید هرچی سریعتر به توافق دست یابند تا ثبات و امنیت در منطقه تقویت شود. ارتش ایران و سپاه پاسداران ایران ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر امضای توافق صلح میان تهران و واشنگتن را رد کردند. پیشتر از این دونالد ترامپ گفته بود که توافق صلح میان آمریکا و ایران روز یکشنبه به امضا خواهد رسید. اما سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده است که جزئیات ارائه شده سوی ترامپ با واقعیت‌ها مطابقت ندارد. منابع نظامی ایران نیز گفتند که اظهارات ترامپ درباره برگزاری مراسم امضای توافق در 14 جون بیشتر یک پیام نمادین سیاسی با هدف تبلیغات شخصی و جلب توجه رسانه‌ها است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر موضع تقابل با سیاست‌های واشنگتن تاکید دارند. در همین حال آیت الله عراقی عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان گفته است که پیروزی در برابر آمریکا تنها از مسیر قدرت و ایستادگی ممکن خواهد بود. در چارچوبی که مقام معظم رهبری مدظل‌العالی معین می‌کنند عمل کنند. در گفتگوها، در دیپلماسی سیاسی، در همه عرصه‌های ارتباط با خارجی‌ها مخصوصاً آمریکایی‌ها برای اونها لازم است که دقیقاً در چارچوب فرمایشات و خط قرمزها و قواعدی که مقام معظم رهبری معین می‌فرمایند عمل کنند. یک ذره، یک به اصطلاح تارمو اگر از مقررات مقام معظم رهبری، از چارچوب‌های مقام معظم رهبری، از خط قرمز مقام معظم رهبری اگر یک سر انگشت، یک تارمو حتی تخطی کنند، تجاوز کنند، خلاف شرع و همچه اجازه ای ندارند. ما امیدواریم که موفق باشند در گفتگوهایشون و در همین چارچوب گام‌های بسیار مؤثر در راه مصالح و منافع ملتمون بردارند. باید بدانند که ما با آمریکا فقط از راه قدرت میتوانیم موفق بشیم. باید قدرت نمایی خودمون رو به رخ اونها بکشیم و الا اونها با این گفتگوها حاضر نمیشن بیان زیر بار
شرایط ما برن. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته است که انتظار می رود توافقی برای پایان دادن به بحران جاری در خاورمیانه روز یکشنبه امضا شود. او افزوده است که پس از امضای این توافق تنگه هرمز برای تمامی کشورها باز خواهد شد. پس از امضای توافق، تنگه هرمز به گونه فوری برای همه کشورها باز خواهد شد. این توافق به گونه دائمی ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد و در تضاد کامل با توافق هسته‌ای دوران اوباما قرار دارد. در چارچوب این توافق هیچ تبادل مالی انجام نخواهد شد. اگر این روند به شکست بیانجامد، آمریکا گزینه نهایی خود را نیز در اختیار دارد. اظهارات ترامپ در حال مطرح می شود که او در سال 2018 آمریکا را از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج کرد. توافقی که با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای تهران و کاهش تحریم‌ها شکل گرفته بود. در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر گفته است که در زمینه رسیدن به متن نهایی توافق میان ایران و آمریکا پیشرفت‌های حاصل شده است. او تاکید کرده که تهران و واشنگتن باید هر چه زودتر این توافق را امضا کنند تا روند ثبات و صلح در منطقه بیش از پیش تقویت شود. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلام کرده است که روز گذشته 529 خانواده مهاجر شامل 3009 تن از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. بر اساس خبرنامه این کمیسیون، این خانواده ها از طریق گذرگاه‌های ترخم در ولایت ننگرهار، اسپین بولدک در ولایت کندهار، پل ابریشم در ولایت نیمروز و بندر اسلام قلعه در ولایت هرات وارد کشور شدند. این نهاد همچنین اعلام کرده است که در روز گذشته 700 خانواده به مناطق اصلی سکونت خود انتقال داده شدند و 710 خانواده نیز کمک‌های لازم را دریافت کردند. رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر، بدرود.